یک کیک باقلوای خیلی خوشمزه که 100% طرفدارش میشی. 4 عدد تخم مرغ رو به همراه 3/4 لیوان شکر، 1 قاشق چایخوری پودر هل و 1 قاشق چایخوری وانیل خوب مخلوط میکنیم تا کرم و کشدار بشه. 1 لیوان ماست، 2 قاشق غذاخوری زعفران و 3/4 لیوان روغن رو اضافه میکنیم و هم میزنیم. 2 لیوان آرد رو کم کم به مواد اضافه میکنیم به همراه 2 قاشق چایخوری بیکینگ پودر. وقتی که کاملا مواد با هم یک دست شد، توی ظرف مورد نظرتون که کاغذ روغنی گذاشتین مواد رو میریزین و توی فر 180 درجه به مدت 40 دقیقه قرار میدین. توی فاصله که کیک داره میپزه میریم برای شهدش. 1 لیوان آب، 1 لیوان شکر و 2 قاشق غذاخوری زعفران و چند تا دونه هل. وقتی که شکر حل شد میذاریم شهدمون کاملا خنک بشه، به کیک اضافه میکنیم. 1 ساعت میذاریمش بمونه. این کیک فوق العاده